روي عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال: من زار الحسين ابن علي عليهما السلام عارفا بحقه كان من محدثي الله فوق عرشه. ثم قرأ الإمام هذه الآية: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. امام رضا علیه السلام صلوات الله علیه، خدا ان شاء الله به همه توفیق زیارت کربلا و مشهد ان شاء الله لطف کنه، عنایت کنه به همه ما. ایشون فرمودن هر کی امام حسین علیه السلام زیارت کنه عارفا بحقه، قدر امام علیه السلام بشناسه. این عارفا بحقه یک نفری از شیعیان میاد خدمت امام صادق علیه السلام سوال میکنه که این معناش چیه، چون تکرار شده در روایات من زاره عارفا بحقه، حتی در خود امام حق امام رضا گفته شده و بقیه ائمه. یعنی چی عارفا بحقه؟ امام علیه السلام فرمودن که یعنی ایمان داشته باشه که این امام مفترض الطاعه، طاعتش واجبه، معصوم، طاعتش واجبه از خداوند متعال، مفروض الطاعه، واجب الطاعه. این یکی. بعد شهید مظلوم. این دوتا. هر کی امام حسین علیه السلام زیارت کنه با این عقیده که این امام مفترض الطاعه بود، واجب الطاعه بود برای ما، و شهید مظلوم، این جزاش اینه که کان من محدث الله عز وجل فوق عرشه. یعنی چی محدثی؟ محدثی یعنی هم صحبت. کسی که با شخصی هم صحبت بشه میگه این محدث فلان، یعنی این با این صحبت میکنه، حدیث میکنه. اونهایی که زیارت میکنن امام علیه السلام در دنیا، خداوند متعال اینا را میبره کجا؟ فوق عرشه. حالا عرش خدا چی هست، چقدر بزرگه، چی اسراری داره ما نمیدونیم. فوق عرش الله، بالای عرش یک نشستنی اونجا هست، مجلسی هست اونجا برگزار میشه مخصوص زوار امام حسین که با خدا بشینن صحبت کنن و با امام حسین علیه السلام هم صحبت کنن. البته خب خدا قابل دیدن نیست، ولی علی حال یک معنای مجازی هست که ما نمیتونیم الان بفهمیم. علی حال خدا با بندگانش در روز قیامت یک صحبتی دارن، چطور نمیدونیم ما. علی حال امام حسین علیه السلام اونجا هست در اون مجلس، و در اون مجلس بین ایشون و زوار ایشون صحبتی متبادل میشه، صحبت میکنم مستقیما با زوار. این زوار باید بدونیم این روایات معتبری است، در کامل زیارات وارد شده. این کتاب معتبری است از ابن قولویه قمی که در قم دفن شده، مقبره شیخان، خدا رحمت کنه. این روایت میگه اینهایی که در دنیا زیارت امام علیه السلام انجام میدادن و گریه میکردن بر امام حسین، تفجع داشتن بر امام حسین، اینا دور امام حسین میگیرن اون مجلس و صحبت میکنن. خب و مردم، بقیه مردم در حشر و اون زمان دیگه مشغول حساب، دیگه حساب طولانیه، 50,000 سال بعضی روایات، اینا مشغول صحبت با امام حسین علیه السلام در این مقام. بقیه مردم مشغول حسابن تا حساب تمام بشه، اینا هم هستن. تمام شد حساب دیگه، اهل بهشت میرن بهشت و اهل جهنم میرن جهنم، نستجیر بالله تا تمام بشه دیگه قضیه. میان ملائکه سراغ اینها، جماعت امام حسین که نشستن و باهاشون هم صحبت هستن، میگن بفرمایید جاهاتون حاضر در بهشت و اهلونتون در بهشت حور العین منتظرن. چی میگن اینا؟ میگن باشه میاییم، باشه زود الان عجله نکنید. چرا؟ دلشون نمیخواد، دلشون اصلا کنده نمیشه از این نشستن با امام حسین علیه السلام، نمیخوان فراق کنن از امام، جدا بشن از امام. هی میگن ملائکه بفرمایید، میگن بعد میاییم، تا دیگه مثل که دیگه قضیه باید تمام بشه، بالاخره باید همه وارد بهشت بشن. اینا محدثین خدا در اون زمان. یعنی شما خوشا به حالتون،
هنيئا لكم جميعا. از همه اطراف ایران و بقیه بلاد اسلامی، از خلیج و ایران و عراق و همه جا آمدید، هنیئا للزوار که موفق شدن در این ایام در این جاده باشند و ان شاء الله به برکت امام عصرمون صلوات الله و سلامه علیه عجل الله تعالی فرجه الشریف همه موفق بشن به زیارت و به طاعات در این جاده، مخصوص اونهایی که مقید باشن به اخلاق اسلامی، مقید باشن به اخلاق اهل بیت، مقید باشن به توجیهات مرجعیت اعلای نجف که در این جاده فقط یا حسین بگیم، فقط و فقط امام حسین و اهل بیت، دیگه اسم دیگه نباشه، کار دیگه نباشه، فقط کارمون امام حسین باشه، هم و غم ما فقط ایشونه. نسأل الله تبارك وتعالى اللهم عجل لوليك النصر والفرج والعافية، اللهم اقض حوائج المؤمنين والمؤمنات، اللهم عافي مرضى المؤمنين والمؤمنات، اللهم عجل لوليك الفرج ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين.